این کفترهایی که دبام میبینی نصف از این نگاه نمیکنم. زمانی که چوچای خودم بالا به یک کفتر دیبم بلا میکنم کسی دبام دیگه کس نباشه. دو چپا کسی آمد پیشت گفت خوش آمد اما تو دادش گفتی بگی برو. اما تو داد میشه برو. بیشک والا چقدر دل گرده کلام داری که فهیم کفتر بازی نیست. که من برم کفتر خوب مردم بخرم بیارم برای خود از روی چیز کنم نسل گیری کنم کفتر مردم گفته میشه. کفتر خودم گفته نمیشه. هم دقت بس خوبش است. هم چپ در است اون کوریز خودم تخ نکرده. من کفتر خود کوریز میمونم کفتر چچگیر خود پرشی خودم آمدم. یه چیز نکرده خو اینی کفترکا دیگه ای فعلا ماده نداره. پشت این ماده هم میگردم که اگه سرخ شیرازی برش پیدا کنم دو رنگ. بله که باز بخیر هم تو یک بخیر باز در این بام نشانتم میدم چه چیزی کفتره. بخیر. و ماده از چی بود که تو چپ؟ ماده از یک سرخ شیرازی دو رنگ بود. دو رنگ. زرد و سرخش فهمیده نمیشد. از نظر خودت بیشتر امی کفتر که دو چپ چه میگیرن دوستا در شیرازی دم رنگه باشه میشه یا دم سفید؟ هشت طرف یک پرش است. این طرفش هم 2 4 6 قطع بجگیش 8. بله. یعنی یک چند تا بجگیش داره. مگم باز تا چوچه یاره نمیره چوچه. با نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما وطندارای عزیز، شوقی عزیز. آرزو میکنم که جور و صحت و سلامت باشین. خوشحال هستم که امروز باز هم با یک ویدیو دیگه در خدمت شما دوستا قرار داریم. البته دوستا عزیز موقعیت ما پشت کوتل خیرخانه است. آمدیم پیش کاکا فهیم. کاکا فهیم سلام علیکم. خوب است انشاءالله بخیر صحت خوب است آرام هستی سلامت باشید زنده وطندارای شوقی ما داخل خارج ما خودت بیننده هستند در اول اگر چیزی گفته این داشته باشید یک سلام عرض ادب برای همه تقدیم میکنم چی خارج از کشور چی از حاجی صاحبا خرد تا بزرگ انشاءالله کلاگی خوب صحتمند باشه سلامت باشی زنده باشی بخیر باشی و کاکا فهیم فکر کنم هم کفترای چوچگیر داری هم کفترهای پرشی و دوستان عزیز خواستیم که تمام این کفترها را کاکا فهیم بکشه و جا داره که از اینجا یک سلام برسونیم برای حاجی صاحب فرید پروانی. خدا کنه که جور صحت سلامت باشی. خب دوستان عزیز شما با تصویر میبینید که ماشاءالله خوب کفتر است. خوب کفترها را کاکا فهیم جمع کرده در البته کفترهای چوچگیر هم است و یک چند دانه کفتر پرشی را هم کاکا فهیم در بین کفترهای خود نگاه کرده. البته دوستان عزیز سوسینه است یکی از جنسای قدیم افغانستان. خب کاکا فهیم میشه بگی که چقدر وقت میشه که خودت شوقی کفتر هستی و کفتر داری و کفتر نگاه میکنی؟ ما تقریبا حالا 7 سال میشه از بچگی کفتر نگاه میکردم. من زیاد بغد ایران بودم. خود ایران بودی؟ مسافره. خب یک 40 سال میشه شوق کفتر داری یا زیاد میشه؟ نه کل سندم 44 سال است 30 سال میشه. شوق برای خب دیگه چیز نمیکنم که کفتر مردم رو بگیرم یا برای کفتر مردم. ما بعد خاطر شوق خودم می کفتر رو نگاه میکنم. با این خاطر نگاه میکنم که ساعتم تیر باشه از بیرون جمع می باشم لذت خودم میبرم. کفتر بازی یک لذت دیگه داره خصوصا زمستان دسته توره که دستت میگیری از بالا برف هم شب آمده صبح دیگه دسته توره دستت یخ میزنه اونو مزه داره. بله واقعیت است و هر کس شوقش هر کی شوقش. مگر تو هم شوق پرشی داری هم شوق چوچگیر؟ شوق چوچگیر به این خاطر دارم که من این کفترهایی که دبام میبینی نصف از این نگاه نمیکنم. زمانی که چوچای خودم بالا به یک کفتر دیبم بلا میکنم کسی دبام دیگه کس نباشه. ما چوچه خودم میلا میکنم. امسالی 25 دانه هم که میبینی به خاطر از آوردیم که به کفتر نباشه. یعنی که باز کفترهای ستره را میپرنی بخیر. بخیر. باز میگیرن از پیشت باز شوقت خراب میکنن. کفتر برد باغ داره. یعنی در ویشم قبول داری؟ ویشم قبول دارم. واقعیت است. چوچگیری در اینجا میکنی جای دیگه چوچگیری میکنی؟ خب از امی کفترها چوچه میگیری؟ از امی کفترها باز پرانچه میسازی میپرونی. بله. و یک
پروگرام داشتیم، البته هم پیش یکی از دوستا و هم اما تو میگفت که چوچه را که مثلا ما خودمو بگیریم کفتر چوچه گیری بکنیم کلان بکنیم، او بسیار یعنی با فرمان هم می باشه، با خوی بوی ما بلد می باشه، با طبیعت خود هم می باشه و خوب امروز میشه کفتر بازی هم بکنیم. ولی کفتر را که مثلا ما از پیش دوستا میاریم از جا، او دیگه مشکل است که او را یعنی با خوی بوی خود بلد بسازیم. اون مشکل است، راست میگی. و اینکه خودم ما چوچه بگیریم دیگه او یک چیز دیگه است. او دیگه چیز است. اونو چوچه خانازاتی نمیجاست، چوچه اون بورک از قتلنده ایبام اون بور شابور. اونو یک کرشم از پیش از یا مرد. فهمیدی؟ یک دانه دستبری داده بود. خود چوچه بام با خود آدم دیگه چیز است. بسیار خوب. هر رقمش کنی، هر رقمی چیز کنی میاد. دمی قدر زمانی که خودت کوکو فهیم چوچه گرفتی نسل گیری کردی تو خوبترین چوچه هم گرفتی؟ دو چپ هم گرفتیم. دو چپ چوچه گرفتی؟ بیشک بوده. دو چپ از چی چوچه گرفتی؟ کفتر دو چپ کوکو فهیم؟ از زرد سال. یک تاشم با یک نفر کادو دادیم دمو چاردی، همیالم میتونی بره پرسانش کنی. یک از زرد سرخ چوچه گرفتی، دو چپ برای کسی امانت دادی یا بخشش؟ بخشش دادی؟ آمد گفتی کفتر خوشم میگفتم بگی برو. پیسه هم نگرفتی؟ نه مو هم سایه است. ما برای پیسه شوق نمیکنم. خب من قبول دارم، صحیح است. دو چپ کسی آمد پیشت گفتی که گفت چی است؟ گفت خوش آمد، اما تو دادش گفتی بگی برو. اما تو دادمش برو. بیشک والا چقدر دل گرده کلان داری که فهیم که کفتر بازی نمیست. بله واقعیت است. دیگه وای دل گرده را بازار کس نداره که فهیم. هر کی دیگه یک چیز داره. در ظرف 4 ماه این رقم کفتر جمع کردن هم آسان نیست به شرکی. همیار کفتر دایشه است که یک نفر 20 سال هم بزنه او رقم کفتر پیدا کردن نمیتونه. در بین زمین کفتر. در بین زمین کفتر. کدام کفتر است که او دیگه پیش خودم بمانم. نه خوره بگو که اون ساوسینه است. اینی ساوسینه بله اینی. اون ساوسینه جوگی چپم ساوسینه چپم مادهش است که در اونجا است. در بام بس. در اون لقات ماده است. خو. اون چیزم جوگی هم مادهش هم اونجا است که اون قنبر میزنه. بله آسیا جوگی است فهمیدی؟ او سارا هم که افرنگ است. اون مسار کنه قنبر میزنه. بله میشه تصویر از اونمو را داشته باشیم آقا سو ببینیم کفتر سارا کوکوفایی میگه که کفتر افرنگ است و یک زرد سارا میسونش است زرد 4-5 دانه از سارا اون یک سارا مونوس اونو اینی سار او کفتر جنگی بود خوب چشمک شوگار شده پرده تا کرده دیگه انداخته میشه چوچه بسیار خوب اون قد بسش هم سعی کو دیگه هم سعی کو اینی هم خوب یک سار سیر باقلی سار میگن میره باقلی سار میگن بسیار خب کوکوفایی میگن که این کفتر بازی وقت کار داره چشم شناخت کار داره جای کار داره و دیگه پول کار داره نه پول کار داره بردانه کفتره که بری از بازار بخری سر کفتر مردم کفتر باز شوی کفتر باز نیست کفتر باید از رو بام به خودت کفتر باز شوی یعنی کفتر خودت جور کنی از تو کفتر باز گفته میشی بله که من برم کفتر خوب مردم بخرم بیارم برای خود از روی چیز کنم نسل گیری کنم کفتر مردم گفته میشه کفتر خودم گفته نمیشه خواه درست است کفتر مردم میخره خودش به سیستم خود گرد میکنه به سیستم خود چوچه میگیره اونو بگه من کفتر باز است اگر نه ما میتونم برم یک جوره منگسی چپ بخرم یا یک جوره بهترین سبز روشن بخرم یا یک جوره اودی روشن بخرم یا یک جوره سبز روشن خوبش بخرم بیارم بگم من کفتر باز شدم نه من خودم چوچه میگیرم از کفتر خودم چوچه برام بسیار اگه به خوب امیج اشاره کردی و امی یک شوقی را در کفترش میتونیم بگوییم این خوب یک شوقی است کفتر شناس است یا نه یک کفتر شناس ویژگی دیگه داره یک شوقی پخته یک ویژگی دیگه داره شوقی پخته دیگه ویژگی داره هر وقت که در بام با خودش آدم کفتر جور کرد اون وقت بگه من کفتر دارم مال من نمیگم کفتر نه خو اینا جور کرد مثلا یه خو زاغ و بور است که میپرنی نه چشم دید آدم باید باشه بشناسی طرفه یعنی کفترای من میبینی از این می کفتر ما با سال باس 2 سال با ما وقت 2 سال بعد باس میجی برات کفتر اعلام میکنم سعی قبول یعنی کفتر جور کنه گفتی خودش نسل چوچه بگیره یا نه خودش چوچه بگیره خودش اعلام کنه بپرانه اونو از نظر تو یک شوقی است اونو یک شوقی است اگر نه یک شوقی یک کفتر جنگی مردم هم بیارم بیازم میپره برام واقعیت است
دیگه واقعیت من نمیفهم کدام سوالا رو پرسان کنم، به خاطر تو گپای را زدی تو کوکو فهیم که من نمیفهم چی سوال کنم. هر سوالی در راجع به شوقی هم که گفتی یک چیز دیگه خودت میگی که و جالب ازی که کفتر دو چپ بر دوست تحفه دادیم واقعیتش دادیم. یک خاطره جالب تا اینا بگو که هیچ دوستان خاطره جالب منیمی جا دینمی بمب است خب که یک روز یک دانه اونو همونجا بچه یک دقیقه باش تو باش چه شد اونو جوگی خب اون مادم داره جمع شد سر مادهش اما اینجا جوگی روشن اون دو تا ساختمان اون طرفتر یک نفر همین کفتر مرا ماده از اون گرفتن. خب ماده از اون گرفتن اون خود دانایشون کی بود خب قیچی بود تو ماده. من رفتم گفتم همین کفتره که از من نمیرم پشت خانه کسی از این دور اشارهش کردم گفتم کفتر اگه میتونی من پیسه بدم با ما دور خورد گفت اشاره کردی رقمی نه ما هم سه کفتر شده اینجا گرفتیم از حالا نشان با ماده از اون نمیرسه با اون ماده نه او کفترام خوبش است مزدورم گرفتیم جنگیش هم است یک دانه اینی سار از زردسار یعنی می زردسار این زردسار آقا سه به تصویر بگی نه اون بالاش هم بسته است اون زردساری که مستی میکنه اون که مستی میکنه خیلی ببینی خب یعنی گرفتی یک تا از تو را گرفت یک دانه مینی سبز روشنش گرفتیم این سبز روشن دو روز پیش گرفتیمش بسیار خوب جوانه است بستهش کردیم میپرانمش در پیشروی خودش حالا میپرونی نمیره حالا میپرونی نه بسته است دو روز سه روز میشه گرفتیمش و زردسارش چند روز میشه زردسارش قیچی کردیم بخیر او هم قیچی نکردیم او هم بسته است او یک هفته میشه خب یا پس ناراضی میشه نه تا چیز من نمیتونم گوش پیش ما بره بیشک والا بیشک هر کی یک راست پیش خودش داره یکی خاطرات جالب تینمی از این نمیز دینمی بام یک دانم یک سال دیگه است دینشه و سار مرد سه دانه سار از همون نفر گرفته بودم دو تایش است یکیش مرد و یک چیز دیگه پرسان میکنم کوکو فهیم یکی خوب دوستاست کفتر سیاه شیرازی که سیاه شیرازی یا سیاه خال سیاه چپ دی جنس نه یکی مثلا سرخ هم امو رقم سرخ شیرازی را که سرخ شیرازی یا سرخ چپ هم رقم و یک کفتر را مثلا دوست یک نفر میخواد ترکیبی چی خوبش بگیره دیگه باز مثلا کدام کفتر رو جوره کنه مثلا مشکی هم میگن ترکیبی سیره خودت هر کی به دل خود گت میکنه از ما اونو مثلا یک چیز میگم امی سرخ و سیاه را گت بکنیم چی شده میته آتشی و زاغه یا آتشی میته یا زاغ میته نه مثلا دو رنگ است نه دو رنگ ترکیب میکنیم یا طرف پدر میره یکیش یا طرف مادر این میشه یعنی تغییر نمیکنه که یک رنگ دیگه شو مشکی شو و سرخ مشکی شو میشه مشکی هم میته سیاه مشکی شو میته مشکی هم میته ما اونو کفتر سیاسینه دم سفید است قطع مشکی جوره کردیم یا یه چیز میته مشکی میته یا سیاه پتن چپ میته یا این چیزا میته ما کفتر هر کی جوره کرده باشه کفتر خود میشناسه قبول است یعنی ما گفتم از خودت بر دوستا اگه بگویی دوستایی که مثلا میخواین یک جنس کفتر پیشانه چند جنس است صحیح مثلا شیرازی را که زاغ کده چی بزنن شیشه میته کده چی نور ما رقم جوره نمیکنه خب ما شیرازی را قطع یک خالص یا اگه سیاه شیرازی باشه قطع یک خالص یا اگه ماده باشه یک خال نر قطعش میپرتم ما این تو برعکس چیز خود شیرازی را قطع شیرازی بسیار خوب مثلا شخ شیرازی را قطع یک خال زرد خال یک خال گلدار میخوای که موزه پای پیدا کنی تغییر بدی نسل خود مثلا موزه پای دوستا اصلاح کردن نه یکی پرپای است که موزه پای است او پرپای کو میگم او پرپای اصلا قبول ندارم یکی نه او کفتر میپره خب او کفتر زینتی گفته میشه یکی دیگه او پرای پای از او هم چتل میشه خب اونم قدیم که بوده موزه پای بوده او کفتر درست است و یک چیز دیگه میگم دوستا عزیز خدا کنه که کسی دوستا آزرده نشن خفه نشن دیگه هر کس شوقش کوکو فهیم دمی کفترهای موزپای یا پرپای که ما دیدیم امی جنس امری را که جوره کردن یک رقم امی کله خودم جنس امری خورد کرده و یک چیز دیگه امی نولزی را که ببینی بسیار اندک معلوم میشه از امی بسیار کمی نولزی تو باز معلوم میشه
اینطور اگر ببینی تا که دوستایی که میفهمن دوستایی که نیده باشین تو معلوم میشه که می کفتر مریض باشه، به خاطر که ما یک بار نول باز میگوشه. درست است، اما درست. خود هر کی شوقش ما چیزی گفتن میتونم، مگه ما او کفتر را نگاه نمیکنیم. یعنی تو پیام برای دوستایی که رقم مثلا جنس تغییر میتن برای دوستا چه پیام داری؟ ما او کفترای پرپای اصلا قبول ندارم. موزه پاش درست است، پرپایش یعنی هر کی دیگه شوقش ده او کار نداره. قطع مردم کار ندارم، مگه ما دبام بخواد نمیارم کرم کفتر. هیچ میشه پیدا کنیم در بین کفترها؟ نیست، هیچ یک دانه هم برو بگرد. بسیار خوب. خب کوکو فهیم بیا که یک چند دانه رو نشان بده. ما میفهم خودت وقت نداری، مصروف هستی. دیگه یک چند تا کفترهای تو بیار که نشان بدیم، نر ماده نشان بدیم، کدام میخوای جوره بکنی، چی پلان داری و خیر ازی چی شوشه بگیری. اونم سیاه خال اونجا قنبر میزنه. کته یک دانه سیاه شیرازی دم سیاه جوره است. اونم مادهش هم معلومه برات میاد. بسیار خوب. دوستای عزیز باش که کفترهای کوکو فهیم دوستای عزیز از اون نسل شوشه گرفته، یعنی فعلا 2 دانه سیاه خال است. میشه کوکو فهیم درباره از نمو کفتری که دست است بر دوستا این چوچه نمو کفتر است. اینا یک دانه یک خال داده. خوارش هم دو کفتر خانه است که میخوام خط خوبی جوره کنم. سیاه شیرازی دم سیاه داده. بسیار خوب. اینا در چشم از میره نشان بده که یکیش یکیش سیاه است، یکیش هم سفید چغر. چشم شیرازی. ایش نر است. ایش نر است. خب. یعنی نال پدر از یارو برای دوستان نشان بده بخیر. یعنی چه وقت میشه جنس پیشته سیره؟ این تقریبا کجا پیدا کردی؟ مادر از یا چی است؟ این تقریبا این از یک کفتر باز آوردیم. این تقریبا گردن مرا خدا بسته نکنه 6-7 سال است که پیش است. 6-7 سال. بیشتر گونه. خوب ترین چوچک از گرفتی چی بود؟ سیاه چپ دم سیاه که یک نفر کارد زده. اما کفتری که ازش دو چپ چه گرفته بودی از پیشت؟ بله. باش دوستا عزیز پدر و مادر دو چپ بیاره کوکو فهیم که چوچه گرفته و توفه داده دوستا عزیز. مادرش مرده، پدرش است. چه خوبی ها داره. هم دقت بس خوبش است. هم چپ در است. اون کوریز خودم تخ نکده. ما کفتر خود کوریز میمونم. کفتر چوچه گیری خود پریشی خودم آمدم. یه چیز نکده. خو اینی کفترکا دیگه ای فعلا ماده نداره. پشت این ماده هم میگردم که یک دانه سرخ شیرازی برش پیدا کنم دو رنگ. بله که باز بخیر هم تو یک دو بخیر باز در این بام نشانتم میدم چه چیزی کفتره. بخیر. و ماده ازی چی بود که دو چپ؟ ماده ازی یک سرخ شیرازی دو رنگ بود. دو رنگ. زرد و سرخش فهمیده نمیشد. از نظر خودت بیشتر امی کفتر که دو چپ چه میگیرن دوستا در شیرازی دم رنگه باشه میشه یا دم سفید؟ دم سفید هم میشه، دم رنگه. هیچ مشکل نداره. خب. بازی کفتر خود چیز دیده بوده که دو دانه جوره کردی و این دو دانه که جوره کردیم مال کفتر باز سوری سفید بود تو مردم. ما کفتر میمرد برای ما، چون ما آدم صاف صادق هستم خیلی. برای ما این کفترها را گفتن نگاه کن پیشت یادگاری باشه. خب یعنی یادگار از اونمو شوقی است پیشت. خیلی ببینی اون شوقی نامش کی بود؟ نامش نمیگم. یگان چیزا را مگم نمیگی کوکو فهیم. نام مردم نمیگم. اون سعی که قد باستش هم سعی که کلش هم سعی کنم. واقعیت است. و خوب است که اون کفتر دیگر هم باشه. ما بیارم زود نشان بدیم برای دوستا. کدامش بیارم؟ یه مال یک شوقی است که برای ما داده. خب 3 و 5 و 8 طرف یک پرش است. این طرفش هم 2 4 6 قطع بجگیش 8. بله. یعنی یک چند تا بجگیش داره. مگم باز چوچه یاره نمیره. چوچه خوبش میاد. گرفتی دیگه از این است؟ چوچه گرفتیم. ما از کل از این کفترها چوچه گرفتیم. بسیار خوب. کلش کفترها است که امتحان شده پیش. امتحان شده. باش که ان شاء الله جوره کنیم باز دپام میاریم سایک. بیا خدا میگه. و یک چیز دیگه هم خوب از پرسان کنم در زمستان خودت چوچه میگیری یا نه؟ بهترین چوچه را چه وقت میتونی بگیری؟ اما دوستان میگن فصل بهار. بهترین چوچه باید اینمی مو کفتر گات میکردی که آماده میبود. اینمی مویی که این در حال گذر است. در حال گذر است. من خب پایین هم کار دارم، خوب کار میکنم، هم کفتر بازی میکنم. اگه تنها کفترم باشه خب من این رقم کفتر بازی هم خوشم نمیاد. اون یه چیز براش خریدیم اگه دیگه ترپال میزنن یا پلاستیک میزنن من اون تو چیزا میزنم. یک جای بر هواکش براشون میمونم.
دیگه یک چیز خوب میزنم که پیچش کنم هر سال پس پیچ خود عوض کنم، پس ببرم پایین یک جای بانم، پس که زمستان شد پس بیارم بس. یعنی که با شوق خود قدر میدی؟ قدر میدم. بله. بسیار خوب. و خوب از دوستای عزیز که یگان کفتر دیگر هم بیاریم. منگسی روشنای قدیم است. خب بله. این هم توفه کسی هست اسمش نمیارم. من را گفتم که اسم من هیچ موقع نبیاری، زنده هم نیست ساله. من اسم کسی را نمیارم. فوق شده این از همون کفتر از مادهش از پیش مرده نرش مونده. خوب سرز روش هم منگسی های خوبش تو چم میده. بسیار خوب. اینال اینی کفتر را برای دوستان شام بده تو گفتیم که چو خوب یک سیاه پتنگ چپ است. خوبی نداره. خوبیش اینا سیاه پتنگ چپ است. من برات میگم اینی سفیدی که در زیر دل از اینه میبود باز اینی واده یک کفتر خوبش بود. اینال بازم کفتر نسلگیری و چوشگیری است. کفتر که اینا ما قیچیش کردیم. میفهم که چی چوچه میده. بله بیشک. اینال دیگه با خودت معلوم از دیگه اصلا. این طرفش که 2 4 6 تا 6 بر دیگه اینه هیچ نداره. هیچ چیز نداره. مگه ماده که ما میخوایم پیدا کنم یک ماده موزپای میخوایم پیدا کنم یک سیاسینه. یه نه سیاجوگیست مادهش هم اون طرف است. اینو میشناسم. یعنی چشمم سفید است، سر نورش هم سعی کنید یک کمک ابرو داره. مگه پیش ما که کفتر ایراد داشته باشه برات میگم. خیر میدی. باز چوچه خوبش میده. برای خودت معلوم است. برای خودم بسیار خوبه. نه باش که اینی کفتر بگی کی از چوچه گرفتی که این چوچه نگرفت. این کفتر ما کوریز گرفته بودیم، این قیچی کردیم میپراندم. بله. این کفتر یک 12 کفتر بود ما ماشا حسین از یک جای برای ما آورد خریدیم. یک 4 5 6 تاش مرد، یک 7 تاش دقیقات و اینمی کفتر مونده، یک کفتر دیگه 2 کفتر. که اینمی کفتر از این پیش ما کار است. بچی در قیچیش کردیم اینه. در شیرازی سعی کو چشم سفید تا بار دیده بودی؟ چشم سفید است. هر دو چشمش سفید باشه. است به ندرت پیدا میشه. خواهی با سعی که دیگه جای هم کفتر باز زیاد است. درست است؟ نه نول سعی که سر خوبش با 3 رنگ است، سفید، زرد، سیاه. خالای گل. های قبل گفته کفتر بازای قدیم هم گل سنگ میکنش. هم زرد چپ. بسیار خوب. اینا اینی کفتر به دوستا بگو یا این ریلا کنم. این ریلا. این ریلا میگی. هست دوجه دارم دیگه میره بکش. این از شیرازی است. این که مال کفتر باز از گرفتیم. خب ماده های از یاد پیشم اکثرا مرده ماده نداره، دنبال ماده میگرد میام. چه خوب چشم نور داره، چشما سفید، خوب رنگک هم داره. یعنی سعی کنید اینو ما گرفتیم پس برای خودش هم میپرانم. پس دمی رو خوش میپرانم. کمال خدا به خرج میدی کوکو فهیم. اون سعی که خوب کفتر هم مثلا قد بس. اینه یک سیاه میناس نمیفهم. سیاسینه خودت میگی. این سیاه میناس یک رفیق آجی صاحب یک جای رفتیم در خانه، یک دونه زرد هم بود، یک دونه هم بود، یک دونه سیاسینه هم بود. اصلی از ایران نوید جان شاید بشناسیش. نوید در قره‌باغ است. خواه خانه یک دوست خود بردی و خریدیم، جوانه بود، تازه اینو در مستی آمده. و جنس کمیاب و که بسیار خال پیدا میشه و خوب کفترش هم پیش خودت است. پیش ما مادهش هم خوبش است. اینه تو نرشه برای دوستان نشان بده که ما برای مادهش هم بیارم. نه اینی سوسینه است که خدا بیامرز یک کفتر باز به ما داده، نسل از این تا بالا باید پیش ما مانده. این ماده سوسینه چپ است، خودش سوسینه خالی. خب با این دلیل هم من یار جوره نمی کنم که بر از این میخوایم یک نر موزه پای پیدا کنم، برای او هم یک ماده موزه پای پیدا کنم. مادهش هم واقعیت انتیک است. این ماده سوسینه چپ. بله. این طرفش هم 2 4 5 2 4 5 5 5 پر این طرف داره دیگه کلان سفید است.
اون ماده هم اینه سایش اینا لیلاش همون نرش هم میپوشش اون آمد اینی هم ماده سیاجوگی اینه بر دوستان نشان بده کوکوفایم او ماده ریلا بانم یا قیدش این نرش مرده اونو ماده دمسیاره که نرش هم باش که بگیدم کار این یک جورگک سیاجوگی است خوی کفترها را کنم با ما داده میگه خوب چوچه میتم مطابال خودم ازشون چوچه نگرفتیم امتحانشون نگرفتیم امتحان نگرفتیم دیگه یعنی بخیر یک 15 روز بود میاره جوره میکنم که ببینیم چی چوچه میتم و یعنی یک این سیاه شیرازی پشتواز پشتواز هستی توفه صادق جان است توفه صادق جان در گروه دیار شوق با کبوتر سلام های ما بر صادق جان برسه. صادق جان واقعیت بسیار یک بچه خوب یک بچه مهربان است بسیار یک بچه است که دیگر چی تعریف شکنیم صادق کم است ما کفتر باز زیاد دیدیم مگم صادق باری آدم کم پیدا شد اما مثل نامش وارسته مثل نامش واقعیت این سه که یک کفتره که داره مادهش هم توفه آورده مادهش هم اینجا مرد مادهش مرد و از نظر خودت بیشتر چی میته اینا پشت شمواز است خوی یا سیاه چپ میته یا سیاه شیرازی میته دوستان میگن که چی میکنه امی پشتواز باشه بیشتر اوقات چپ چوچه میته چپ بازم صادق جان جور آرام باشه اینا توفه تا دی بام دیدیم دیگه بازم است بازم است از کفترش ما خسم کسی رو نمیارم بازم از کفترش ایجا است هم یک دانه صادق مگم از پیشت خطا خورد هم یک دانه خطا خورد اینا پس سلام میته قبل از او دوستای عزیز دیگه ما میخوایم که نمیره بر شما دوستا در مورد از این کفتر بگویم ما از این بزرگایی که مثل کوکوفایم از دوستا عزیز آموختیم کم و تام به اندازه خود زیاد نه روی کفتر دوستا سعی کنیم یک چشمش یا چشم دیگهش اگه در حساب مجه بریم کوکوفایم نخود خفه شو از ما کم وری مجهش سرخ است درست من خفه نمیشم بسیار اگنول مقبول داره دوستا عزیز کفتر بسیار قابسه رو مقبول داره یک چشم مقبول داره و رنگش هم خوب از دوستا عزیز و خوبی دیگه که بسیار کم پیدا میکنیم کفتر پشتواز در جنس شیرازی باشه این دیگه خوبیش خوبی دیگه هم دوستا عزیز کوتاپر است دیگه باز من میگم خدا کنه که باز کوکوفایم بگویه که ما صحیح گفتیم غلط گفتیم درست و خوبی دیگه دوستا عزیزی کفترک موزه پای است مادهش هم موزه پای دیگه چندین خوبی های از کفتر بر شما دوستا گفتم که ماشاءالله خوب کفترک است که انشالله بخیر از این کوکوفایم نسل چوچه بگیره اگر قسمت بود سال بعد یا سال بعدش آمدیم کوکوفایم گفته که بیاییم کفترها را چوچایش بر شما در سر ریز میکشم میگه باز ببینیم و دیگه خوبیش دوستا عزیز که گردان نداره این کفتر یک زیر کلش هم دیگهش زیر بالش هم خوب بیازی کن یا چرا میکنی؟ چندیش؟ نه چنده اوی شرپر است که باید بگیری این کفترک شر است این نمیز دلیلش خب باش یک دقیقه نکنیشه یک چیز نو دوستا عزیز دیجا پیدا کردیم که کوکوفایم یک چیز میگه این دو پر از این بال کن دو پر از این بالم قرار است بکنه این چرا میکنی کوکوفایم؟ این خاطر از این شری مفته یعنی کفتر که شر می باشه این پراشه که بکنی اشری مفته دیگه باز رام میشه ما در ایران کفتر بازی کردیم 200 تا کفتر هم میپرندم یک 50 نفر 60 نفر میهمان هم میکردیم چاش نان هم میدادم اینجا تنها کفتر بازی نکردیم در ایران هم کفتر بازی کردیم اینجا 60 نفر هم میهمان بود خب خداوند جور آرام داشته باشید خدمت شوقیار اینجا هم که بخیر یا خیل سار جور کردم یا خیل سبز روسن و سبز پتنگ جور کردم هموت شیرازیش یک سه خیلک که جور کردم باز دوستا را که دعوت کردیم نانم میتیمش در خدمت شما هستیم ما را فعلا کفتر نیست کفتر رو میلا بتیم ماشاءالله دوستا عزیز کفترها زیاد است به عنوان نمونه چند کفتر بر شما دوستا لطف کرد کوکوفایم نشان داد مشخصات و چیزات چه گفت و واقعیت بسیار چیزای خوب دوستا عزیز چند دقیقه که با کوکوفایم هستیم و بودیم دوستا عزیز آموختیم
بازم کوکو فهیم جان سپاس، تشکر از اینکه چند دقیقه وقت گرانبهای تا گذاشتی که آمدیم پیشت یک شوق کردیم. ما شما تشکر میکنم که با زحمتتان کردم آمدیم اینجا شوق میکنیم. هر آدم میخوایم متان این رقم نیست، انسان سر اینمیست که خط رفیق خود شوق کنه. زنده و سلامت باشی، لطف کردی. شما خو میمان مثل میمان حبیب خداست. خیر ببینی قربانت، سلامت باشی. اینال بیا که یک چایک پرتیم، یک چایک هم بخوریم باز میخیزیم. من به کفتر یک دانه پرتم. خوب گپ است. برای دوستا چی پیام داری، چی گفتنی داری؟ برای دوستا، برای همه چی در گروپ ما هستن، حاجی صاحب پروانی، استاد سمیع، استاد میوان، ترابی صاحب، انجینر صاحب، صادق جان گل، ماما شاه حسین، بله. بقیه دوستایی که از یادم رفتن، محفوظ جان، نوید جان، شاه نوید، کل اگه خوب صحتمند باشن انشاءالله موفق باشن. سلامت باشی استاد سمیع مجددی. استاد سمیع، کاکا امان، گفتم باز یا خواهی انسان از یادش میره. بله نام خدا همه دوستا را جور آرام داشته باشه، تمام شوقی‌ها که داخل هستین، خصوصا استاد میوان. بله. با مردم خیلی خدمت میکنه. بله. خیلی یک شوقی کاکا است. بله واقعیت است. خب کاکا فهیم تشکر، بازم جان سپاس. دیگه وقت دوستا رو زیاد نمیگیریم. دوستا عزیز یامود یک پروگرام که آمده پیش کاکا فهیم در عقب کوتل خیرخانه بر شما دوستا تهیه و تقدیم کردیم. اون مادرش هم مونده یک کارخانه تازه. خدا کنه که طرف توجه شما دوستا از این ویدیو قرار گرفته باشه تا اینکه باز دوباره با یک پروگرام دیگه خدمت شما دوستا حاضر میشیم. همه شما را به خداوند یکتا و امانت میسپاریم. الله نگهدار.